و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم، بارک الله فیکم. اولا آیا زن میتواند که به محرم سفر کند؟ البته زن نمیتواند که به محرم سفر کند. برای زن حرام است که به مسافه های دور به محرم سفر کند. چخیلی که در این باب حدیث های یک چند حدیث های صحیحی که امام بخاری، مسلم، سنن در سنن ها روایت شده است وارد شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: لا یحل لامرأة مسلمه ان یسافر الا مع ذو محرم. برای زنی مسلمان جایز نیست، یعنی حلال نیست که سفر کند مگرم با صاحب محرمش. یعنی زنی که سفر میکند باید همراهش محرم داشته باشد، یا شوهر، یا پدر، یا برادر، یا بگیم بابا، یا فرزند. اما به محرم سفر کردنش این حرام است. هر کسی که همین چیز قبول نمی کند اون منافق است. هر کسی که همین اعوذ بالله حکم الله و رسولی که به محرم سفر نکند بدش بیاید، همه اسلام کند لیکن انمین قانون به غضب کند، یعنی انمین سیستمی که الله ساخته است گوید که به محرم سفر کردن میگرد، همین به محرم سفر کن نکن، همین چیزو من قرم میبرد، من این چیز قبول نمیکنم، غضبم میبیاد از همین چیز گوید، این به شکننده اسلام واقع شده، مرتد شده است. ما وقتی که مؤمنیم میگیم باید به قرآن و سنت عمل کنیم. سبحان الله. پس به همین برادرایی که همین چیز به همه نمیتون رسانیده نشود، باید رسانیده شود که زن باید با همراهی محرم سفر کند، مگرم در حالتهای ضرورت. مگرم در حالتهای ضرورت همین که اگر مثلا شوهر زن در دیگر طرف دنیا باشد، گریزه باشد، این زن دیگر هیچ کس نداشته باشد، در این حالت با همراهی یک چند زنها اگر سفر کند هم جایز است. اما شوهر آزاد باشد، شوهر در روسیه باشد، فقط رفته گشته اومدنش در کار باشد، به خاطر مبلغ اگر این محرم به محرم زن بیاد، البته این حرام است، این جایز نیست، این بیند گناه وزین است. بارک الله فیک.